سلام، من عرفانم. خوش اومدید به دومین اپیزود از پادکست دیپ دایوینگ. مثل همیشه ممنونم از بچه‌های سینمای شمیران سنتر که یک فضای به این خوبی رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم پادکستمون رو اینجا ضبط کنیم. مهمونایی که من تو این برنامه دعوت می‌کنم از جایگاه‌های مناسبی توی حالا کارشون، شغلشون و به اصطلاح زندگی اجتماعیشون برخوردارن که خیلی نیاز به گفتن بیوگرافیشون، کارهایی که کردن یا اتفاقایی که براشون افتاده نداریم. بدون هیچ صحبتی بریم سراغ مهمون جذاب و یکی از ورزشکار خوب کشورمون، ورزشکار ملیمون بنیامین طاری. سلام بنیامین. عزیزم سلام خدمت شما و مهمونای عزیز برنامه دیپ دایوینگ. فدات. چه خبر؟ قربونت برم. همه چی خوبه؟ خدا رو شکر. آقا من یه سوال بکنم ازت. چی شد که همین اول کار فوق لیسانس به دکترا تو اصلا عوض کردی؟ این چه کاری بود کردی؟ این همه زحمت کشیدی تا اونجا. یه توضیح برامون میدی؟ عرفان جون، راستش ما شغل خانوادگیمون معماریه و اینکه خب ما هم از هنرستان شروع کردیم به معماری خوندن تا فوق لیسانس و اینکه خب از قبلترش از موقعی که من رفتم کاردانیمو شروع کردم به خوندن، شروع کردم مربیگری کردن. وقتی که فوق لیسانس هم تمام شد احساس کردم، یعنی شغلم شده و مربیگری کردن، احساس کردم که باید تو این زمینه خب خیلی قوی تر باشم. به خاطر همین شروع کردم معادل دکتر فیزیولوژی رو گرفتم. یعنی خب یه خورده متفاوته با کسی که از اولش میخونه، ولی خب این به خاطر این بود که بتونم تو کاری که دارم انجام میدم اطلاعاتم نسبتا خوب باشه، بتونم آسیبا رو برطرف کنم، به کسی آسیب نزنم. این به همین خاطر بود. خب اون معماریه رو چرا شروع کردی به خوندن اصلا از اول؟ راستش کلن هم من مادرم که خب نقاش بود و خطاط و اینکه بابام که خب معماریه، من و برادرم میلادم معماری خوندیم، هم به خاطر شغل خانوادگیمون، همین که خب کار گرافیکی و کار هنری و اینکه دوست داشتیم خب تو شغل بابا باشیم. ولی خب حالا به دلایل مختلفی که اون موقع که ما درسمون تموم شد موقتا کار بابا استاپ کرده بود، ما مجبور بودیم که مربیگری رو انجام بدیم که دیگه توش موندیم. ورزش از کجا میاد؟ از همون بیس بچگی و خانواده میاد؟ ورزشم آره همینطور. ورزشم بابا مربی کاراتو و بدنسازی بود، از ابتدا شروع کردیم ما و اینکه فکر میکنم از سال 79-80 بود که به صورت جدی شروع شد و با کاراته هم شروع شد و حالا تا رشته های مختلف. یعنی تو رزمی هم کار کردی؟ رشته اصلی من الان حالا از قبل 23-4 سالی که همون کیوکوشین رزمی. کیوکوشین. خب این رزمیه تأثیری داشته تو امروز جایگاهت؟ حالا چه از لحاظ فیزیکیش، چه از لحاظ خب به حال همه میدونن ورزش رزمی که فوکسی روی ذهن داره. خب میدونم تأثیری داشته به جایگاهی که الان داری؟ 100% آره. به خاطر اینکه خب من که کلا حالا شما که منو بیشتر میشناسید و دوستام و خانواده‌ام میدونن که من کلا خیلی پسر آروم و مظلومی بودم. این تنها چیزی که باعث شد من زندگیم یه شروع هیجانی پیدا کنه، از اون حالت دپرسی در بیاد، واقعا ورزشه بود، چون خیلی پسر آروم و خجالتی بودم. استارتش با کاراته بود. اینکه خب میدونید تو کلاس‌های رزمی مربی جوریه که میشه پدر دومه، تربیتت میکنه و اینکه خب این تربیت باعث میشه که تو انگیزه بگیری و اینکه بتونی بهتر درس بخونی، اعتماد به نفستو میبره بالاتر، سعی میکنن سر به زیرترت هم بکنن و اینکه خیلی تاثیر داشت هم توی مسیری که خب من پیداش کردم و اینکه تو اینکه نترسم از شکست خوردن، چون واقعا حالات من توی مسیری که برای قهرمانی اومدم نزدیک 10-12 تا مسابقه دادم، باختم، ولی هی باز شروع میکنم. این سماجته که خب منو میشناسی همیشه تو من بوده. این از همون داستان رزمیم و داستان بچگیم. چی شد که وارد بدنسازی شدی؟ چرا همون ورزش ادامه ندادی؟ ببین واقعیتش من خواستم که مکمل باشه. بابا به صورت حرفه‌ای بدنسازی رو کار میکرد از خیلی قدیم و اینکه خب ما همیشه میدیدیم و دوست داشتیم و اینکه ما خب توی یه رده خیلی خوبی کاراتر داشتیم کار میکردیم. اولش ابتداش شروع بدنسازی برای به چشم اومدن خودنمایی کردن بود، واقعا دارم میگم. چیزی که کم کم کمرنگ، خیلی کمرنگ تر شد. هر چی رفتم سمتش یه سری هدفهای دیگه برام پررنگ تر شد
ولی واقعیتش اولش برای دیده شدنه، برای جذاب‌تر بودنه. خب چی تو اون رشته جذبت کرد که توش موندنی شدید؟ این حالا راجبش صحبت میکن، این حجم از افتخارات، این حجم از فعالیت حرفه‌ای توش شکل گرفت. ببین راستش من شروع کردم به بدنسازی کردن. خب من خیلی دوست داشتم که وارد عرصه حالا مدلینگ و بازیگری و این داستان ها هم بشم دیگه. همه آدم ها مورد توجه قرار گرفتن و دوست دارم، براشون جذاب. این خب تو همه ماها بوده از بچگی. داستانی که بدنسازی برای من جذاب بود این که میخواستم خب یه بدن خیلی خوبی داشته باشم. باز شروع کردم، برام جذاب بود. وقتی که شروع کردم تو چالشش که افتادم دیدم که خب هر بار که میرفتم جلوتر یه اتفاقی تو ورزشم برام میافتاد، هی پرت میشدم آقا. هی شروع میکردم یه اتفاقی میافتاد. حالا یه بار تو اسکی خوردم زمین، ضربه مغزی شدم. 91 93 دوباره تو دره افتادم تو اسکی. بعد دوباره باد موتور ریس زیر مینیبوس رفتم، باد قوری پیرکس تمام تاندونای دستم پا شد. انقدر اتفاقات این شکلی هر سال برای من میافتاد. از یه بچه آروم، یه آدم پرشور و نشاط، بهتر بگم شر، به وجود اومده بود که خب این که شکست می‌خوردم دوباره هی میافتادم عقب. این قبل از اینکه وارد مسابقه بشم این شکست خوردن تو راهی بودش که می‌خواستم بدنمو بسازم. اینو ولش نکردم. یعنی از سال یعنی همون 86 7 که این هی بالا پایینا ادامه داشت تا 93 4 که بدنم به حدی رسید که به شروع مسابقه رسید. این همه اتفاقات افتاده. ببین هر اتفاقی واسه هر کدوم از این اتفاقا واسه هر کی بیفته خب به هر حال تا یه حدی تسلیم اسمشو نمیذارم ولی انگیزشو از دست میده. خب ببین تو الان به این جایگاهی که امروز رسیدی، این انرژی زایه، این قدرته که توت بوده، همه این مراحل پشت سر گذاشتی چی بوده و چرا و چه زحمتایی واسش کشی؟ اصلا چه هزینه هایی بابت این داستان دادی؟ خیلی زیاد. ببین واقعیتش اینه که مهمترین چیزی که من داشتم و دارم خانواده‌ام بود که همیشه کنارم بود و پشتم بودن. یعنی این پوش کردن اونها بودش که همیشه خب یعنی مانع ادامه دادن من تو این مسیر نمیشدن. هر جوری هم که بود خانواده‌ام حمایتم میکردن تو مسیر ورزشی. حمایت نه لزوما مالی، حمایت این که وقتی اتفاقی میافتاد حمایتم میکردن، کیر میکردن که دوباره شروع کن، نه ترس اتفاقی نیافتاده. و برادرم که کنارم بود، اختلاف سنیمون کمه، اون هم کنار من همه این کارها رو انجام میداد. واقعیتش اول به خاطر این بودش که خانواده‌ام شرایطی رو مهیا کرده بودن که بتونم به اون چیزی که میخوام مسیر برسم. این خیلی مهمه که خانواده‌ها اینو اهمیت بدن که بچه‌شون هابیش چیه، چه آرزویی داره. اولش اینه. دومیش این بودش که من یه هدفی شروع کرده بودم که میخواستم بهش برسم. میخواستم قهرمان بشم. اولش میخواستم دیده بشم، همونطور که گفتم. وقتی که وارد شدم و شروع کردم این داستان‌ها با اتفاقاتش روبرو شدم و وارد مسابقات بدنسازی شدم، اتفاقی که افتاد این بودش که از جمله حالا کسی که خودش با هم کار میکرد اعتقاد داشتن که تو اصلا بدنت، ژنتیکت به درد این راه و این مسیر و این قهرمانی نمیخوره. میدونی هم من یه خورده خودم با خودم لش کردم، هم تو دلم قرص بودش که من از اون بچه مظلوم آروم باید به اون چیزی که میخوام برسم. نباید فکر کنم اون تصوراتی که معلمات تو مدرسه به خانواده میگفتن بچه‌تون در آینده تو سری خور میشه و مسخره هایی که میکردن اتفاق بیفته. خودم به خودم قول دادم که به اون چیزی که میخوام برسم. واقعیتش این بود. و دومیش اون شکستایی بود که میخوردم. نمیتونم بگم نمیدونم، واقعا میدونم. بعد از هر باری که شکست میخوردم میومدم شاگردامو خب از دست میدادم تو مسیر رژیم. هر آنچه که در می آوردم هزینه بدنم و تغذیه‌ام و غذا میکردم. همین الانم همینطور. من 8 سال 9 سالی که پشت سر هم رژیمم. این چربی بدنم از 4.5 بالا نیامد. عجیبه. یعنی چیزایی که از دست دادم این بودش که خب هیچ وقت دستپخت مامانم اونجوری که باید نتونستم بخورم، تا اینکه خب از دستش هم دادم دیگه هم نمیتونم بخورم. این یه چیزی، یه حسرتی که همیشه برام موند. دومیش این که حالا مهمونی آنچنانی نرفتم و نتونستم تو رابطه عجیب غریبی باشم و شلوغ کاری کنم. خب بابتش ناراحت نیستم، خوشحالم، چون ترجیح دادم این مسیر رو به اون مسیر که یک روزم هم هدر نره، به بتالت نگذره. این برای هدفم بود. اینا هزینه‌ای بودش که بابت این مسیر دادم. و بعدش این که نمیتونم بهت بگم که
هر بار که شکست میخوردم چه وایب و چه انرژی منفی از آدم ها میگرفتم، حتی از دوستانم به غیر از خانوادم. تا وقتی که این مسیر هی طی شد تا قبل از مسابقه اوکراین هم یادتی که یه جوری مطمئن بودم که قهرمان میشم که گفتم عرفان بیا ویدیو قبل از قهرمانیمو با هم بگیم. چه ویدیوی حال خوبی هم بود. آره واقعا. ببین دقیقاً سوال منم همینه، اون انرژی منفیا رو، اون به قول اون انیمیشن تو نمیتونی اونو چجوری از خودت دور میکردی؟ یعنی کلن هدفه برات مهمتر بود؟ چون ببین ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم که با تمام فرهنگسازی ها که دارن سعی میکنن توی سوشال مدیا و این ور اون ور خانواده انجام بدن، چیزی به اسم قضاوت توی کشور ما هست. یعنی 100% این کارا رو تو نمیتونی انجام بدی، اون اتفاق تو دیگه نتونستی دیگه، حالا ولش کن، حالا برش الان تا کی میخوای این کار ادامه بدی؟ برو سراغ یه شغل درست حسابی. اینا چی بود که چه انرژی توش بود که اینا رو رد کردی که به این جایگاهی که الان داری رسیدی؟ ببین خیلی چیز بامزه‌ای گفتی، برو سراغ یه شغل دیگه. چیزیه که ما خب خیلی زحمت کشیدیم برای این حالا یه جایگاه کوچیکی تو مربیگری به دست آوردیم. هنوز یه سری از اقوام که ما رو میبینن میگن نمیخوای بری سراغ شغل درست حسابی. خب اینم شغل ما، بابتش زحمت کشیدیم. یعنی میدونی این داستانه که خب به رسمیت نمیشناسن، این میگن نمیری سراغ معماری. ببین واقعا این طرف برای من جذاب‌تره، این آدم‌ها و ارتباط و اینکه بتونم چیزی به کسی یاد بدم. میدونی که من قبلش معلم نقاشی بودم، مثلا یاد دادن رو دوست دارم جدا از داستان. و بعدش این که میگی چی شد که انرژی منفی حالات زدمشون کنار. ببین واقعیتش رو بخوام بهت بگم، تمام این انرژی منفی و تمام این آدم هایی که تو زندگیم اومدن و تنهام گذاشتن، چه از دوستای صمیمیم بگیر چه آدم هایی که کنارم اومدن و رفتن، تأثیراتش خب تو وجود من و تو درون من، تو قلب من که موند. اینکه واقعیتش بهت بگم تهنشینی شد و باعث میشه بعضی وقتا غمگین بشم، حالم بد بشه، قصه بخورم. خیلی هم تازگیات راجبش مطالعه میکنم، کتاب میخونم، حالا با تراپیست حتی صحبت میکنم. ببین عرفان، وقتی که خودت هم این مسیر رو طی کردی، وقتی که شما جدا میشی و میخوای به یه هدفی برسی، سمتش حرکت میکنی، میگی من میخوام قهرمان شم، میخوام یه عکاس خیلی خوب شم مثل خودت. وقتی کارتو شروع کردی، ناخودآگاه وقتی جلو میری، آدم‌هایی که کنارتن اولش شاید یه تشویقی بکنن، بگن چه کار باحالی، بعد میبینن که تو کارت داری پیشرفت میکنی، کم کم شروع میکنن قضاوت کردنت و بعد ازت فاصله میگیرن. تو اولش فکر میکنی که شاید مشکل از من و رفتار منه که آدمایی که کنار منو از دست میدم. بعد از اینکه میری جلو، این حاله و این کارهایی که باهات میکنن، چون تو مسیر موفقیتی، تو رژیمی، نمیتونی جایی بری، نمیتونی پارتی کنی، نمیتونی مهمونی بری، شاید برای دوستات جذاب نباشه. تو به هدفت فکر میکنی، اون آدما ازت فاصله میگیرن. اون کارهایی که اون آدما میکنن تو نمیکنی، نمیخوای عادی باشی، پس باید قبول کنی که تنها بشی. مثل من، مثل خیلی از دوستام، مثل خودت تنها میشی، دوست آنچنانی کنارت نمیبینی. و آدم‌ها، من صرفا به خاطر خودم نمیگم، من آدم‌های بزرگ رو دیدم، اینو دارم میگم، به خاطر حسادتشون چنان به ضربه میزنن که اون شکسته روی اون استیجی که میندازنت پایین، میگم برو به درد نمیخوری، اون به ضربه نمیزن. چون ببین تو مواقع سخت زندگیت، تو شکستاته که دوست داری یا آدم‌های دوستات کنارت باشن. ولی وقتی تو میخوای آدم حالا خاص که نه بخوای متفاوت باشه به سمت هدفت بری، وقتی هم که تنها بشی، تنهایی، باید با تنهایی خودت دوست بشی. من با تنهایی خودم دوست شدم، میگم شکر خدا خانواده‌ام رو داشتم و اینکه این تنهایی بهم کمک کرد که بگم خب حالا خودتی و خودت دیگه، خودت پشت خودت باش، جدا از خانوادت برو به اون چیزی که میخوای برسی. مسخرت کردن، بهت خندیدن، به درد این کار نمیخوری، باش انقدر برو تا خودتو به خودت ثابت کنی. پس به نظرت رسیدن به هدفه و اون هدفه از تنها بودن و یه تایمی خلوت کردن دور و تمرکز کردن میارزه بهش؟ 100%. یعنی تو یه همچین آدمی میشی دیگه، آدمی میشی که از دور شروع، از درون تنها برای خودت، تا وقتی که میگم با تنهایی خودت دوست نشی، نمیتونی به اون هدفی که میخوای برسی. راجب بیزینس و شغل صحبت کردیم. درآمد بدنسازی اصلا خوبه؟ الان چند سالیه که حالا هم به خاطر ترند شدنش، هم به خاطر اینکه آدم‌ها دارن به ظاهرشون
اهمیت میدن، بیشتر اهمیت میدن. یعنی آقایون با خانم‌ها توی رقابت شیرین و جذابی افتادن که حالا از چشم و همچشمی خوب بگیم این اتفاق افتاد، تا اینکه سوشیال کمک کرد به آدم‌ها که چون خودشونو می‌خواستن حالا به نمایش بذارن، چیز بدی هم نیست، چیز خوبیه، بذارن ببینن اطرافیانشون، دوستانشون، خانوادهشون. این هم باعث شدش که به سمت ورزش بیان. سوشیال هم بی تاثیر نبود. به خاطر این مربیگری از اون حالت ساکن و خیلی بدش که 10 سال پیش بود یهو در اومد. با ورزش فانکشنال و بادی ویتی که اومد یه خورده ترند شد، مثل TRX، کراسفیت، بادی پامپ، تا اومد به فیتنس و فیتنس مدلینگ که الان حالا مربیگری جوری شده که هم سلامت محور شده، هم به خاطر اینکه آدم‌ها بتونن، میگم، این داستان زیبایی رو داشته باشن، درآمدش نسبت به قدیم خیلی بهتر شده. میتونی اموراتتو بگذرونی ولی نمیتونی چیز سرمایه‌ای جمع کنی. خب بریم سراغ افتخاراتی که واسه حالا هم کشورمون آوردید، هم برای ما رفیقات آوردی به اصطلاح. بریم راجع به اوکراین صحبت کنیم. چقدر واسه اوکراین زحمت کشیدی تا اون اتفاق قشنگ اونجا افتاد؟ فدات بشه. ببین، من قبل از اوکراین یه مسابقه رفتم، جایزه بزرگ چین بود که خیلی برامون زحمت کشیدم. 6 ماه رژیم بودم، باختم، که یعنی 5م شدم، برگشتم با خیلی اتفاقات بدی روبرو شدم. یعنی اومدم از کارم خیلی دور افتادم، خیلی محل کارم تنهام گذاشت. یه موتور ریس داشتم رفتم باش زیر مینیبوس. اون انقدر حال منو بد کرد، یعنی انقدر اومدم پایین دیدم دارم غرق میشم. یه استارت 2 ماهه زدم واقعیتش. یعنی تو جایی که کار میکردم دوستام خیلی اتفاقی گفتم بیا اینو شروع کنیم مسابقه رو برو. چون توی 1 هفته 4 تا مسابقه برگزار میشد. خیلی سنگین بود اون 1 ماه و نیم 2 ماه. 1 ماه و نیم 2 ماه برش استارت زدم، ولی واقعا جز سخت‌ترین رژیمام بود. نمیدونم، به دلم افتاده بود، ایمان داشتم که اون اتفاق خوبه بالاخره میفته. پشتبندش ایتالیا بود، درسته؟ این 2019 بود که که آره 5-6 ماه بعدش ایتالیا بود که میگم اینا همش یعنی یه جورایی دست به دست هم داد که این اتفاقا بیفته. واقعا میگم قشنگ در قالب دوستیمون میگم واقعا حال خوبی بود که اون موقع ها برای ما درست کردی. عکسای قبل از مسابقه‌مون که همش خود حال منو قشنگ تو میدونی. فداتم. ببین من یه دوستی دارم، بذار چیز بامزه برات تعریف کنم. من یه دوستی دارم، حالا اسمش هم میارم، ابی صادقی. یه حرفی یه بار به من زد، من بهش اینجوری میگم، میگم ابی با این همه لطفی که تو به من میکنی من اصلا چجوری باید جبران کنم؟ گفت من اصلا به تو لطف نمیکنم، من برای رفیقم یک کاری انجام میدم، رفیقم 2 پله میره بالا، بعد من 1 قدم میام عقب، میگم رفیقمه ها. خیلی حرفا، خیلی واقعا یه دل بزرگی میخواد. حالا شما اون دلم دار. فرداد چمازم. حالا بریم سراغ یه اتفاق بد. بریم سراغ تونس. تو تونس چه اتفاقی برات افتاد؟ یعنی چی شد اون روز که یه شعاری خودت درست کردی و آقا بنیامین رفت تونس نتونست؟ این وایسی بود که بعد از مسابقه عرفان به من داد. فقط می‌خواستم یه ذره حالتو بهتر کنم. آره واقعا هم کنی. ولی خب تو تونس چه اتفاقی؟ چون تو واقعا واسه تونس هم خیلی زحمت کشیدی. خیلی روزای بدی بود. ببین ما واقعیتش من یعنی تمام تلاشی که کردم برای تمام این روزا و این جایگاه‌ها، خودت همه آدم‌ها یه جایگاهی تو ذهنشون تصور میکنن که بهش برسن. من واقعا یعنی خیلی براش دویدم و خیلی زحمت کشیدم، مثل همه آدم‌ها این راه‌ها رو رفت. من به عنوان خودم تو جایگاه خودم توی زندگیم خیلی برای اون روزایی که تو ایتالیا بهش رسیدم دویدم. دوست داشتم به یه آرامشی برسه توی خونمون، اون چیزایی که دوست داشتم و بتونم اون حال خوبه رو بیارم توی خونمون. این اتفاق افتاد، خیلی خوشحال بودیم کنار مامانم، میلاد بابا، و اینکه واقعا به اون جایگاهی که می‌خواستم رسیدم. چون اون قهرمانی که تو مصر المپیک می‌خواستم به دست آوردم، اون حالی که می‌خواستم و توی خونمون دیدم، و اینکه به اون جایگاهی که می‌خواستم توی معماریم رسیدم. همه چیز به بهترین شکل ممکن بود که داستان فوت مامان واقعا ترکوندتم. یعنی قشنگ من از اون بالا پرت شدم پایین. این واقعیتش انقدر سنگین بود که اصلا شاید بهت بگم 2 روز اول نمیخواستم به زندگیم دیگه ادامه بدم. و اینکه خب میلاد و بابا باعث شدن که یعنی بلند شم. من از 8 روز بعد از من بزرگترین نقطه ضعفم مامان بود. بعد از اینکه از دستش دادم، یعنی عرفان به خاطر کرونا بود، میدونی یادته من
توی اون یک هفته از 96 کیلو که الان هستم شدم 75 کیلو. و خب دیدم واقعا آدم‌ها خیلی عجیب بود که خوشحال می‌شدن از دیدن من توی اون شرایط، حتی اقواممون. و میشنیدم سر خاک مامانم که ببین بنیامین کمرش شکست، ببین چه شکل. خیلی عجیب بود. خیلی خوشحال بودم که اون سالها خودم به جای رسوندم که انقدر به چشمشون عجیب غریب بیاد بنیامین به اینجا رسیده که حالا با این اتفاق فکر میکنن که حالا کمرش شکسته. همون جایی که من تو بدترین سوگم بودم گفتم من بلند میشم، جوری سریه بعد میام اینجا که منو نشناسم. واقعا هم اتفاق سر 40 مامان افتاد. من از روز 8 شروع کردم همون 2 شیفت کار کردنم و استارت زدن. واقعا سخت بود چون سوگ نداشت، نتونستم برای خودم عزاداری کنم. از روز 8 شروع کردم ورزش کردنم و سفت و سخت رژیم گرفتن. من مسابقه تونس 6 ماه بعد از مامان بود. ببین با یه حال بدی که اعصابم باعث شد کبدم بریزه بیرون، روزای خیلی سختی که تو کارمون برام پیش اومد، مشکلی که از شرکت معماری و اون جایگاهی که داشتم توی محیط کارم سرمربی مجموعه ورزشی بودم، کلشون اومدیم بیرون. من و برادرم کلاً بیکار شدیم توی اون رژیم سنگین. شروع کردم این باشگاهی که الان هستم ثبت نام کنم، تمرین کنم. مشکل مالی، مشکل عاطفی. ببین نمیدونی تو دل ما، میدونی البته تو چی میگذشت. من گفتم بذار با این مسابقه اون حال خوبه رو دوباره بیارم تو خونمون با این قهرمانی. حالا شاید یه خورده حال خونه عوض شه. اون چیزی بود که من فکر میکردم اون لحظه. واقعا براش زحمت کشیدم. یه اشتباه خیلی کوچیک 2 روز قبل از مسابقه یه سهل انگاری که ببین ما رسیدیم تونس، گفته بودن 4 تا کشور راه ندین که ایران یکیش بود. ما رو نزدیک 24-5 ساعت 30 ساعت تو فرودگاه نگه داشتن. من کف زمین خوابیده بودم. ما 34 نفر بودیم، همه رژیمشون رو شیکوندن. انقدر من قد و سفت بودم سر این مسئله. 10 روز قبل از مسابقه هم سر این مشکل خانوادگی اتفاقی افتاد. توی محل کاری بودم که خیلی اتفاقی، من نشسته بودم قربانی شدم و مایچه ساق پا از تو پاره شد، خونریزی کرد. با اون پا من ادامه دادم، رفتم، رسیدم به مسابقه، رسیدم به فرودگاه، رامون ندادن، همه رژیمشون رو شیکوندن. گفتم برمیگردیم ایران، باز رژیممو نشکوندم. گفتم من میرم. این گفتم من میرم. حالا شاید به چش برای بعضی از آدما حالا مسخره بیاد، یا برای بعضی آدما من خب یه سری اعتقادات دارم. یه تسبیحی که از بچه‌ها بهم داده بود، برده بود مکه آورد، من اعتقادات خودمو دارم، برای خودم از یه چارچوبایی دارم. میخواستم که برم بهش برسم. خلاصه ما رفتیم و تمام اون آدمایی که رژیمش رو شیکوندن رفتن به نوبه مقامشون رو آوردن. 2 روز قبل از مسابقه من یه اشتباهی کردم، یه تزریقی داخل سرشونم داشتم که نباید این کارو میکردم، چون ذهنم آماده نبود و وسواس داشتم. این کارو کردم باعث شد عفونت کنه، بریزه تو خونم. داشتم اونجا میرفتم تو کما. با این حال عرفان من گفتم من اومدم که برم رو استیج، باید برم اون بالا. یه محرکای خیلی عجیب غریبی خوردم که فقط خدا نگهم داشت من زنده موندم. رفتم بالا، فقط رو استیج وایسادم که میلادو، حالا شماها که دیدی میلاد که 2 روز زیر سرم بود، اومدم تو بک استیج افتادم و دیگه داغون شدم و همون رو آوردنم بیرون. این اشتباهه باعث شد این همه زحمت و اون حال خوبی که میخواستم بیارم خونه که هیچی، یا حال بدتری هم آوردم. دقیقاً من سوال اصلی پادکستم همینجاست. این اتفاق، این سوگی که تو تحملش کردی، پلاس بهش این مسابقه که 5-6 ماه بعد انقدر زحمت براش کشیدی، توی 6 ماه من اسمشو میذارم شکست پشت شکست. این اتفاقا برات رخ داده. چه اتفاقی افتاد که الان بنیامین اینجاست توی کار خودش حرفه‌ای و یه صحبتی با هم کردیم، فکر کنم یه چند ماه دیگه هم یه مسابقه جدید پیش رو داری. این بلند شدنه، این استارت دوباره، این تسلیم نشدنه کجا میاد؟ ببین بعد از مسابقه تونس هم من اصلا اومدم ایران جراحی کردم. حالا یه هفتم بیمارستان و خونه که بودم، تو دستم درم بود که این خونابه ها میومد، من با اون بازم رفتم باشگاه. یعنی من تو بیمارستانم رژیممو نشکوندم. ببین اینه که باید بخوای، یعنی یه خودت میدونی یه جا شل کنی پرت میشی بیرون. یه ریلیه، یه بازیه که وقتی توش میفتی، وقتی میری جلو، یه جا شل کنی میندازنت بیرون، بعد صفر بگیریش. یعنی ببین این شکست ها من قبول کردم که بزرگتر از سوگ مامان که نبود.
باز زندگی ادامه داره. و خب من فکر میکردم بدون مامان بمیرم. واقعا برام عجیبه چرا نمردم، چون زندگی ادامه داره. هر کاری کنی باید بری جلو، یا باید غرق بشی بیفتی پایین که برای هیچ کس مهم نیست، تو غرق میشی و تموم میشی، یا بعد صفر بچسبی و ادامه بدی. داستان من این شکلی بودش. گفتم خب من که باختم، برگشتم اومدم ایران، نه شغلمو داشتم، نه جایگاه قبلمو داشتم، نه درآمدی داشتم، نه من نه میلاد. بابا و میلادم اصلا نمیتونستن کار کنم. این خیلی شرایط وحشتناکی بود. یا منم بعد در خونه رو باز میکردم میرفتم پیش اونها مینشستم، یا باید میومدم شروع میکردم که خدا منو واقعا دوست داره. خیلی سریع جور شد. اونجایی که تمرین میکردم خواستنم شروع کردم با اون فشار و با اون حال بده تمرین کردن. رژیممو نشکوندم. تو 1 سال و نیم داره میشه 2 سالی که میگذره هنوز رژیممو نشکوندم. انقدر نگه داشتم، انقدر پاش وایسادم. چرا؟ به خاطر اینکه شکست که همیشه هست، پیروزی هم هست. من شاید مسابقه بعدی هم که برم بازم شکست بخورم، با علم به این که میدونم شاید برم ببازم. میدونی چی میگم؟ بعضیا میگن چرا دوباره مسابقه میدی؟ تو که 7 تا قهرمانی داری، شاید بری زیر سوال. من تو وجودم یه چیزیه که دوست دارم بجنگم. از زندگی ساکن خوشم نمیاد. دوست ندارم کم بیارم، چون میدونم که اگه کم بیارم، اگه حالم بچه، اگه ببازم، خودم دیگه. این که چرا ولش نمی‌کنم، این که چرا دنبالش گرفتم، این هر کسی یه لحظه‌ای دوست داره دیگه. مثلا اون لحظه‌ای که من روی اون، مثلا تو کار مدرنینگ روی اون استیج را رفتم توی دبی، اون چیزی که دیدم، اون حستون موند. اون لحظه‌ای که روی استیج وایساده بودم، مدالمو گرفتم، یا از اون بالا میدیدم آدما نگاهم میکنن، این خودش یه اعتیادی داره، پیروزی اعتیادی داره. من اونو دوستش دارم، براش زندگی میکنم. بیاد بیا کوچولو از این فضای دور شیم، یه ذره بریم سالهای عقب‌تر. سال فکر میکنم 91 بود. تو استارت کار مدلینگ رو زدی، کار کردی و اصلا تو لول‌های خیلی خوب توی دبی، عرب فشن ویک، فشن فوروارد، همه اینجا هم کار کردی. این علاقه اون سمتی چجوری بود؟ یعنی چقدر برای اون وقت گذاشتی؟ ببینید من یه راهی شروع کردم، این داستان ورزشی که کردم. تو تهران فشن ویک هم بودی یا نه؟ تهران فشن ویک جفت، هم تهران فشن ویک بودم، هم دارا فشن ویک بودم. آره. قبل از این هم یه کتفاک توی آموزشگاه دیگه بود که اونجا هم بودم، و قبلش هم برای سامسونگ شروع به کار کردم. و ببین من یه هدفی برای خودم گذاشتم اینکه حالا جدا از اینم میگن چرا این همه ورزش میکنی، چرا کنارش نقاشی میکشی، چرا ساز میزنی، چرا کار عکاسی چجوری وقت میکنی این کارو بکنی. من گفتم من یه کاری میکنم که بگم آدم میتونه از تمام پتانسیلاش استفاده کنه. من وقتی که وارد درس مدرن شدم گفتم میخوام برم مثلا تو این سیستم و تو این داستان، و حالا یه آژانسی بود اون موقع عکسامون رو میفرستادیم، دوستام میخندیدن، میگفتن که این همه آدم به این خوشگلی چطوری میخوای این کارو کنی؟ این همه آدم چش رنگی، موهای بور این شکلی. واقعیتش اینه که من یه استارتیو زدم، نه آدم خیلی خوشگلی بودم، یه پتانسیل کوچیکی، یه استانداردی میدونستم که داشتم. گفتم من باید از این پتانسیلم اگه میشه استفاده کنم، که ببین وقتی سمتش بری، وقتی که بخوای برات اتفاق میفته. واقعیتش اینه. بین فشن و ورزش انتخاب کردی بیشتر سمت ورزشه بودم. آره. یعنی اونو به عنوان تارگت اصلی زندگیت بیشتر سمت ورزش بدی. یه تجربه سریال هم داشتی، درسته؟ آره، تو این 6-7 سال یه سری حالا کلاس آموزشگاه هم رفتم که 2 تا فیلم کوتاه بازی کردم، نقش اول بازی کردم، توی سریال سیاوش هم بازی کردم. یه کارهای این شکلی هم اتفاق افتاد. که چرا این همه ورزش در دنیا هست؟ چرا خطرناکترین و پرتحرکترین هاشون؟ چرا یه آدمی که بدنسازی میکنه هم باید ویکبورد، هم دوچرخه کوهستان، هم تنیس، هم بعد تو همش هم من دیدم تو همش هم حرفه‌ای، این اکتیو بودنه رو خودتو خالی میکنی با این ورزشا. نمیدونم چجوری رفتم میتونم. آره ببین من که گفتم از همه پتانسیلم استفاده میکنم. بعد گفتم من تمام درآمدی که از طریق ورزشم به دست میذارم برای چیزایی که دوست دارم و آرزوشو داشتم. من چیزایی که آرزوشو داشتم نرفتم بگم بابا بیا برام راکت تنیس بخر.
نرفتم بگم بابا بیا بر من چوب اسنوبورد بخر. ببین کنارم بودن عرفان، ولی رفتم گفتم که بابا باسم یه دست لباس کاراته خرید، ما رو حمایت کرد، ما شروع کردیم کار کردن. کار میکردم که اینها رو بخرم و کار میکردم که بتونم اینها رو یاد بگیرم، چون واقعا دوستشون داشتم. و همین که گفتم آدم باید از تمام پتانسیلش استفاده کنه، چون واقعا میشه. خیلی عجیب غریبه که یه آدم با درصد چربی 3 با 96-7 کیلو یوگا کنه یا مثلا تنیس بازی کنه یا اسنوبورد کنه. من نمیگم خیلی پروام توشون، ولی سعی کردم به جایی برسونم که خوب باشه. هم دوست داشتم یه کاراکتری درست کنم که نیست، که همچین کاراکتری نداریم، که جذاب باشه برای اسپانسر و برای درآمدزایی برای زندگیم، که بتونم کارهایی که میکنم مثلا اسنوبورد رو به یه لولی برسونم که بتونم برای تبلیغاتم خوب باشم. این هم بود. هم عشقم بود که واقعا دوستش داشتم که میخواستم به اون جاها برسم، از پتانسیل استفاده کنم. هم واقعیتش این خالی شدن است، میدونین، چون تمام این کارهایی که میکنیم وقتی آدرنالین ترشح میشه بعدش احساس خالی بودن میکنیم. هم خوبه هم خیلی خطرناک. خیلی خطرناک یه سرش. از جایگاهی که الان داری راضی؟ این آره واقعا، یعنی اگه بهم بگن که فردا مهلت زندگی کردن تو این دنیا تو این بود تموم میشه، هیچ مشکلی ندارم، هیچ حسرتی ندارم. یعنی من اگه یه ماشین زمان اینجا داشته باشم بنیامینو ببرم 15 سال پیش، دقیقا همین مسیر رو طی میکنم. پله بعدی، کار بعدی یکیش که گفتی مسابقه است. یکیش مسابقه است. کجا؟ احتمالاً هم ایران دوباره وایسم برای تیم ملی اگه خدا بخواد، هم یه مسابقه توی یه مثل المپیا توی اروپا. یعنی این 2 تا تارگت رو دارم. جایگاه بعدی که تو زندگیم برای خودم میبینم اینه که برم از خارج از ایران بودن، زندگی کردن رو تجربه کنم تا اون وقتی زمانی که خب سنشو دارم و میتونم از این پتانسیل توی داستان فشن و مربیگری یه جای دیگه هم تجربهش بکنم، توی پوزیشن بهتر با یه جایگاه بهتر. یعنی قبلش اون قهرمانی که دلم میخواد که رفتم نشد باید بهش برسم بگیرم. حتما میتونید، چون با این حجم پشتکار و انرژی و انگیزه. ببین من کلن این پادکست خب یک بود تبلیغاتی اصلا برای خود من داره. خب که دیدید صحبت میکنیم میگید چرا فلانی اینجوری شد، من چیم از فلانی کمتره و اینا، این همچین حرفایی عرفه همه میزنن. من خودم گفتم برای رفع سوالات خودم یه چنین پادکستی درست کنم که بیام با دوستای موفق خودم عین خودت بشینم راجع به این قضیه صحبت کنم که اون انگیزه، اون دلیل، اون تسلیم نشدنه از کجا بوده. که یه صحبت خیلی قشنگه الان با خودت داشتیم. چیزی دوست دارید بگی؟ چیزی گفت شده جایی نگفته باشی اینجا دوست داشته باشی بگی؟ ببین عرفان، یه چیزی که من این چند وقت بهش رسیدم و واقعا رفتم تو این سمت این داستان یوگاه اینه که ما خیلی هممون زندگی رو سخت میگیریم. یعنی فکر میکنیم که فکر میکنیم که بعد چه اتفاقی افتاد. این حرفا رو به ما میزنن. خیلی بده که لمسش کنی مثل من و بعد بهش برسی. البته من قبلش هم خیلی قدر لحظه به لحظه زندگیمو میدونستم، خیلی قدر خانواده‌مو میدونستم، اکنارشون لذت میبردم. ولی واقعیتش اینه که همه آدمایی که من دارم میبینم، اولا اینکه این نسل جدید شاگردایی که دارم هدف خاصی ندارن، برای خودشون زنده همینجوری دارن میگذرونن. خیلی بده گذروندن. اینکه همه آدما یه هدفی داشته باشن. بعد در رابطه با زندگی واقعا قدیمی‌ها میگفتن زندگی 2 روزه، واقعا زندگی 2 روز. یعنی اینکه میگه از لحظه من عزیزترین کسم جلوی چشمم توی چند دقیقه خیلی آروم و راحت تموم شد. فهمیدم که واقعا زندگی هیچ ارزشی نداره. یعنی اگه با کسی هستیم، اگه کاری میکنیم، از صمیم قلب دوستش داشته باشیم. یعنی اگه رفاقتی میکنیم، سعی کنیم یه ذره ببریم اون رنگ و لعاب قدیمی ها رو بهش بدیم که میگفتن رفیق، از دهنشون در میومد حرمت داشت. سعی کنیم وقتی که مشکل داریم، وقتی که تنهاییم، وقتی با یکی رفتیم رفاقت کردیم،
کنارش باشیم، سعی کنیم بیشتر پیش همدیگه باشیم، آدمایی که دوست داریم، چون واقعا زندگی خیلی کوتاهه، خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنیم تموم میشه. یعنی این دوست داشتنه رو پررنگ‌تر کنیم تو زندگیمون، حال خودمون بهتر میشه. من رفتم سمت یه خورده حالا مدیتیشن و یوگا و با تنهاییم دوست شدم ولی حالا اگه یه نفرم میشنوه اینو از زبون من، اینه که قدر خودشو بدونه، توی مشکلاتش غرق نشه، چون چه بخواد چه نخواد دونه دونه رو ثانیه و ساعت و روزا میگذره، بره به اون سمتی که دلش میخواد، وقتی بخواد بهش میرسه. چون من اون چیزایی که بهش رسیدم توش از لحاظ پتانسیلی و ژنتیکی از همه اون آدمایی که موفق تر بودن یا شروع کردن خیلی کمتر و پایین تر بودم، ولی شد میشه. عالی. بنیامین ممنونم ازت که وقت گذاشتی. میدونم که همین الان هم از سفر رسیدی، یه راست اومدی اینجا. ممنونم که وقت گذاشتی. خیلی نکته‌های جذابی ازت یاد گرفتیم و تنها چیزی که میتونم بهت بگم که ایشالله که این رونده اصلا چیزی به اسم متوقف که نداریم، این رونده سریعتر برای تو همه لحظه های زندگیت اتفاق بیفته. برای شما مرسی، برنامه جذاب. فدات شم. ممنونم از شنونده‌های عزیزمون که ما رو تحمل کردن، این مصاحبه جذاب منو شنیدن. ممنونم.